بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار بسیار خوشحال هستم که بار دیگه به شهر خودم برگشتم. روبروی افرادی قرار گرفتم که فصل گذشته با حمایت‌های خوبشون ما رو شرمنده کردن و باعث شدن که داماش توی لیگ دست اول باقی بود. بازی خیلی خوبی بود. البته کیفیت فنی به دلیل زمین بسیار بسیار بد عضدی رو کیفیت فنی دو تا تیم تاثیر منفی گذاشته بود که متاسفانه اجازه نداد که ما روی زمین بخوایم بازی کنیم و بتونیم نتیجه بگیریم و تیم حریفم مجبور شده بود که روی بیاره به بازی مستقیم. البته ما فیلم بازی حریف رو مقابل دو تا تیمی که دو هفته اول بازی کرد کاملا آنالیز کرده بودیم و تیم ما میدونست که با چه حریفی بازی داره و استراتژیش توی زمین چیه. علیرغم اینکه 10 نفره هم شدیم ولی نقاط قوت تیم حریف رو کنترل کردیم و تونستیم که با امتیاز برگردیم. به بچه‌هام خسته نباشید میگم، خدا قوت میگم، دم و مرا و معرفتشون گرم. تقریبا 35 دقیقه شو توی فشار 10 نفره دووم آوردن و دروازه رو برای 2 هفته پیاپی بسته نگه داشتن. از نظر من برنده واقعی این بازی هوادارهای تیم داماش بودن که جانانه مثل همیشه از دقیقه 1 تا پاسوت پایان بازی تیم خودشون رو تشویق کردن. بار دیگه نشون دادن که فرهنگ بالای هواداری تو رشت چقدر خدمتتون عرض شود که سابقه داره و چقدر خدمت داره. من تبریک میگم به هوادارهای تیم داماش و ای کاش بعضیا مرام داشتن، معرفت داشتن، قولایی که به این مردم داده بودن عملی میکردن. ما قولایی که دادیم در گذشته به مردم رشت، علیرغم این که همیشه هم گفتم من همیشه توی شهرم سربازم و مردم شهرم بدهکارم، عملی کردیم. اما دیگران باید مرد باشن، پای حرفشون بمونن و قولایی که به این مردم دادن عملی بکنن. آقای نظرمان خسته نباشی. فردا دوست هستم و ورزش 24 تماشاگرها اول حضور شما سنگ تمام گذاشتن، آخر بازی رو داشتن شما رو تشویق می‌کردن. خب این یه چیز طبیعیه. اما امروز آقای درخشان تو کنفرانسش هم اعتراضش بیرون از گفت ما واقعا خیلی موقعیت داشتیم و با چند تا دوستان خودمون هم در این لحظه داشت. واقعا بازی که امروز ما دیدیم تیم شما فکر می‌کنم سزاوار این بود اگر 10 نفره میشد برنده باشید. تیمی که فکر کنم 2 هفته‌ای بسته. در مورد هم صحبت در مورد هوادارا که ابتدای بازی من گفتم همیشه من دستبوس اگر علی نظر محمدی هستم، هوادارای فوتبال گیلان، ملوان، چوکا، سپیدرود، داماش منو کردن علی نظر من. همیشه دستبوس همه هوادارا هستم، شرمنده شون هم هستم. امروز به دلیل وجدان و تعهد کاری مجبور شدم که مقابل تیم شهرم، اونم علیرغم میل باطنیم قرار بود. تقریبا همه میدونن من 50 روز به خاطر داماش صبر کردم و از خیلی پیشنهاداتم گذاشتم که آقایون به تعهداتشون نسبت به فصل گذشته عمل بکنن و بتونیم فصل جاری رو شروع بکنیم. آقای الماسخاله به عنوان رئیس هیئت فوتبال و آقای آرمان به عنوان مدیر کل ورزش جوانان شاهد همه قضایا هستن. به مجربی که آقایون یه مقدار داغی بقای تیم داماش رو سرد دیدن، گذشته خودشون رو فراموش کردن، ملق هم زدن، پشتک هم زدن. اون کسی که ضرر میکنه معلومه چه کسی هست. تیم داماش با همه احترام به هواداراش که دستشون رو میبوسن و گفتم الانم برنده واقعی این بازی هوادارای تیم داماش بودن، غیر از بازی مستقیم و بازی شروع مجدد ما چیزی ازش ندیدیم. آسون ترین راه کار ممکن بازی مستقیم با یه ضرب بیا توی باکس تیم داماش. تازه ما 10 نفره هم شروع بود. این داماش که 6 هفته پایانیش احیا شده بود میتونست با کمی تغییرات و تقویت و ترمیم تیم مدعی و بالا نشین باشه، ولی متاسفانه دیدید که آقایون چه شرایطی رو رقم زدن و ما رو فراری دادن. تو این شهر ما استعدادهای خیلی خیلی زیادی رو داریم، چه تو بخش بازیکن چه تو بخش فنی، ولی امروز هیچ کس رو کنار تیم داماش نمیبینیم متاسفانه و این جایی بسی تأسف داره. یعنی بومی نیست. بله، وقتی که اینجا اسطوره‌هایی مثل محمد رضا مهدوی، مثل مصطفی حاجتی، مثل افشین چاوشی هستن، وجود اینا توی تیم به هیچ عنوان ملموس نیست، به هیچ عنوان. چرا؟
کی دلسوزتر از محمد رضا مهدوی؟ کی دلسوزتر از مصطفی حاجتی؟ کی دلسوزتر از افشین چاوشی برای این شهر؟ محمد رضا مهدوی تمام فوتبالشو توی رشت انجام داد. 2 فصلشو رفت بیرون. 1 فصلشو با من تو استیلازین حضور داشت، 1 فصلشو استقلال خوزستان رفت. علیرغم هر سالم بهترین پیشنهادات داشت، ولی به عشق این مردم که شهرشو دوست داشت، مردم شهرشو دوست داشت، پای تیمش موند. امروز باید افرادی مثل مهدوی تو این تیم حضور داشته باشن. کما اینکه خودم به هر حال محمد رضا مهدوی توی کادر من جا داره به دلیل بخشی از محدودیت‌هایی که تیم بعثت داره و حضور در تهران داره و از نظر اسکان و جا مکان ما مشکل داریم تا الان به جمع ما ملحق نشده. ان که با درایت مدیریت باشگاه مالک محترم آقای حسنی به زودی محمد رضا مهدوی به کادر فنی تیم بعثت اضافه خواهد شد. آقای نصر محمدی خسته نباشی، بازی خوبی کردی، شهرت بود. ولی بعد بازی مالک میگفت که شما همیشه میگفتید من تیم شهر مالی میخواد با سر میام، هر کدوم شما هم تعیین. ولی مالک با مرد صحبت میگفت آقای نصر محمدی 2 ماه تلفن رو جواب نداد. تیم من می‌خواستم تیم آقای مالک شما از بهمن ماه رشت تشریف نیاوردی تا پایان نیم فصل دوم، از ابتدای نیم فصل دوم تا پایان نیم فصل دوم. اگه 4 روز علی نظر محمدی به دلیل بدعهدی شما تو مسائل مالی تلفن تو جواب نداد، علی نظر محمدی جا مکانش مشخصه. آقای الماسخاله به شما گفت تنها کسی که میتونه تو این شهر با این شرایط سخت تیم رو جمع کنه علی نظر محمدی. البته آقای الماسخاله نسبت به من لطف داشتن. من از آقای الماسخاله خواهش کردم که تو این زمینه دخالتی نداشته. بذار دوستان هر تصمیم. دوستان چی فکر کردن؟ فکر کردن این تیم به همین راحتی سال گذشته بدون مالک و بدون مدیر عامل نیم فصل دوم موند؟ من تو راپله های شورای شهر و اداره ورزش 30 کیلو وزن کم کردم به دلیل نبود اینکه مدیر عامل این تیم نداشت، مالک نداشت. ما این تیم رو نیم فصل دوم با کمک هیئت فوتبال، اداره ورزش جوانان، شورا و شهرداری تو لیگ حفظ کردیم. با کمک آقای مالک حفظ نکردیم. ایشون دوست منه، امروز هم اومد کنار من عکس انداخت، منم بغلش کردم. ولی خارج از فوتبال دوستیم. توی فوتبال بین ما هیچ دوستی وجود نداره. هوادارهای عزیزم دائما با من در تماسن. اونایی که دو آتیشن دستشون رو میبوسم. گفتم زمانی به رشت برمیگردم که ایشون مسئولیتی نداشته باشه. چرا؟ من با ایشون دشمنی ندارم. با ایشون مسئولیت به عنوان مالک مشکل دارم که به تعهداتش عمل نکرد. به تعهداتش ایشون 13 اردیبهشت ما به من قول داد پس از سوت پایان بازی مثل سنگون که 4-1 اینجا بردیم که ظرف 72 ساعت قبل از بازی مسجد سلیمان 10% قرارداد بازیکن‌ها به حسابشون واریز میشه 1.5 میلیارد. هنوز میخواد این اتفاق بیفته. 2 تا قرارداد با تیم داماش داشتم فصل گذشته. یکی که زمانی که آقای زحمتکش با ما قرارداد بست، آقای نعیمی هفته 14 با ما قطع همکاری کرد. نیم فصل دوباره با فشار رسانه و هوادارا من دوباره برگشتم، دوباره با ما قرارداد امضا کرد. چقدر دریافتی دارم؟ 200 میلیون تومان رسانه‌ای کنن. پاداش بقای 2 میلیارد طلب دارم از داماش. شکایت هم نکردم، نمیکنم برای مردم شهرم، چون با مردم شهرم زندگی میکنم. من مثل خیلی ها نیستم. مشکل مالی هم دارم، خیلی هم نیازمندم، اما همون جوری که برای سپیرود هیچ وقت شکایت نکردم، اسنادش مشخصه، هیچ وقت. همون جوری که برای چوکا شکایت نکردم، میشه مگه برای تیمی که دوران جوونیمو اینجا تو دروازه تو خاک خوردم من اینجا؟ ولی ما ادعایی نداریم. رفتیم کنار بدون اینکه حاشیه‌ای به وجود بیاریم. با وجود من رفتن مربی آوردن بدون اینکه هیچ مصاحبه‌ای بکنم، براشون آرزوی موفقیت کردم. آقای الماسخاله شاهدن، خودشون میتونن شهادت بدن. هیچی. آقای نعیمی پور 4 روز به تلفن من زنگ زد، عین واقعیت. روزی هم 1-2 بار تلفنشو جواب ندادم. چرا؟ چون 50 روز منو پیش بازیکنم خراب کرد. من 2 ماه 5 بازی آخر رو التماس کردم تا تیم رو تونستم تو لیگ نگه دارم. این اصحاب رسانه تو همین سالن کنفرانس میتونه شهادت بده چه روزایی رو ما گذروندیم.
هیچکی یادش نمیاد بعد از بازی نفتگاز گشتاران بر من و مردم چی گذشت؟ دقیقه 104 پنالتی ما گل نشد. همه زود یادشون رفته. این مردم حقشون این نیست. آقای ناظمی هم رفت، این رشتی نداره. به خاطر چی رفت افشین خان؟ وقتی که زمانی دید که توی هیئت مدیره هست، اسمن هست، رسمن هست، اما توی هیچ چیزی دخل تصرف نداره، برای چی باید بمونه؟ به نظر من خب افشین ناظمی رو من دوست دارم، مربی سرمربی من بود به عنوان زمانی که بازی میکردم، بعد همکارش شدم، بعدم جاش یه روزی گرفتم. یکی از بهترین تصمیمات 10 سال اخیر زندگیشو گرفت، زندگی ورزشیشو دارم عرض میکنم. زمانی که دید جایی که حضورش خیلی نمیتونه کمک بکنه رفت و نشون داد هر موقع جلوی اشتباه رو بگیری میتونه منفعت داشته باشه. آقای نعیمی، فوتبال جای قول نیست، جای آدمایی که ساختار درست کنن، جای آدمایی که میخوان طولانی مدت توی فوتبال باشن باید خوشقول باشن، به خصوص با بازیکن و کادر فنی. اگه میخوای تو گیلان موفق بشی باید با مسئولین استان گیلان تعامل داشته باشی. یه جایی اگه مسئولین دارن کمکاری میکنن شما با عملکردش نشون بده که مسئولین دارن کمکاری میکنن، نه اینکه دائما با مدیر کل جنگ و دعوا، با هیئت فوتبال جنگ و دعوا. ما فقط سال گذشته همش جنگ و دعوا دیدیم. همش دفتر بیمارستان بودن. خب آقای نعیمی، شما امانتی رو با امضای خودت، نه با خواسته خودت، خواسته شما نبود من برگردم، سندش بازی تدارکاتی داماش با پیکان توی پیکان شهر همین 3 هفته پیش گفتید چی؟ گفتید که فصل گذشته مربی‌ها رو به من تحمیل کردن. چجوری الان رود میشه جلوی هواداری که 20 روز پیش حرف تو شنیده، مصاحبه تو شنیده، گفته کادر فنی رو به من تحمیل کردن؟ شما مگه نگفتی آقای درخشان داشت تغییر مالکیت میداد، دست ما رو باز گذاشت، دمش کرد؟ حمایتش کن، پشتش بمون. میتونی پشتش بمون، میتونی برای شرایط فراهم کن. حمید درخشان آدم کوچیکی نیست. حمید درخشان مربی فنی خوبیه، اما احسنت تو چرخه لیگ 1 نبود. امروز مربیای موفقن که تو چرخه فوتبال حضور دارن. ابزار مربی چیه؟ چیه ابزار مربی؟ بازیکن. تیم بستن اصل اولیه موفقیته. شما باید تو چرخه باشی، شناخت داشته باشی کی بهترین های لیگیه که بتونی اونا رو جذب کنی. نبود. آقا سوال آخر، حالا خیلی در مورد داماش صحبت شد، در مورد بعثت کریماشا. این تیم رفته تازه تشکیل شده است، تازه امتیاز خریده. هدفتون چیه؟ الان مثل تیم‌های مدعی شدید، حتی مدعی صعودی. ما هدفمون بقاست. امروز اگر 3 بازی 9 امتیاز هم میگرفتیم این حرفو زدم. هفته گذشته تو کرمانشاه هم 3-0 بردیم. گفتم توقعات الکی از تیم بعثت بالا نره. بعثت فقط یه آقای افشین حسنی به عنوان مالک مدیر عامل، هیچی نداره. یه افشین حسنی تک و تنها. ما تو خیلی از زمینه‌ها مشکل داریم، اما نمیایم بهونه جویی کنیم، مشکلات رو بگیم. مشکلات رو با کار و تلاش، با تعامل، همفکری با کادر فنی و مدیریت سعی میکنیم تموم بکنیم. امروز در خدمت تیم بعثت هستم، شاید 4 هفته دیگه نباشم، مشکلی هم نیست. 4 هفته دیگه هم نباشم همین حرفا رو میزنم. نه که امروز نتیجه گرفتم دارم اینا، تو روزی که نتیجه گرفتم دارم میگم. بعثت هم خیلی مشکلات داره، خیلی زیر ساخت مشکل داره. خودتون دیدید. خب این تیم مربی داشت، من 2 هفته 3 هفته به این تیم اضافه شدم، ولی هیچ وقت نگفتم این تیمو من نبستم، با وجود اینکه شما میدونید که 10 تا بازیکن این تیم داشت، من به این تیم اضافه شدم. اون بازی هم گفتم، الان هم گفتم، دست آقای رضا مرتضی هم در نکنه، خیلی برای تیم کبیر مقما بابت صعود فصل گذشته زحمت کشید. تو بستر کارم، در بستر کار تیم بستن کار مشکلیه.
ممکنه که بازیکنی فصل گذشته از نظر آمار و فنی کیفیتش بالا بوده باشه، ولی از نظر جغرافیا یا از نظر تاکتیکی با کادر فنی جدید یا اون شهر نتونه جواب بده. در نهایت من هوادارایی که امروز ابتدای بازی به من لطف داشتن دست تک تکشون رو میبوسم. میدونم که همین هوادار با حمایت خودش شرایط تیم داماش عوض میکنه. انشالله که با مقاومت بعضی همراه نباشه، دلسوزی هوادار رو به خط و خطی ربط ندن. من شنیدم که تو همین سالن کنفرانس بعد از هفته اول به بعضی از رسانه های دلسوز این شهر و این استانی که فصل گذشته شونه به شونه ما تو شادی خندیدن، توی غم گریه کردن، به اینا انگ طرفداری از شخص خاصی رو میزنه. اینا فقط تیم شهرشون رو دوست دارن ولا غیر، براشون هم فرقی نمیکنه. علی نظر محمدی، سیامک فراهانی، حمید درخشان، هیچی، بهزاد داداش ساده، اینا تیم شهرشون رو دوست دارن تیم شهرشون سربلند باشه. چیز اضافه ای نیست. این داماش استقلال پرسپولیس رو توی ورزشگاه آزادی تو لیگ برتر میبرد. الان تو لیگ یک باید جایگاهش این باشه. الان باید این تیم 3 تا بازی 9 امتیاز میداشت. با حرف زدن با حلوا هم دهن شیرین نمیشه. باید کار کنن، روی کسی هم منت نذارن. هزینه داری میکنید دستت هم در نکنه، میخوای نکن. کسی اومده دنبال شما، نکنید. و در نهایت یه صحبتی با آقای آرمان دارم به عنوان مدیر کل ورزش جوانان. دیشبم خدمتتون عرض کردم، ممنونم که دیشب به من زنگ زد و خوش آمد گفت. آقای آرمان، هر کسی از سر راه میرسه بلافاصله ایشونو تایید نکن. شما مگه نگفتی تقریبا 25 روز پیش توی برنامه زنده با ورزش افشینخان وهابی که امیدخان هرندی مهمان حضوریش تو استادی اومدی پشت خط گفتی گروهی که دارن میان از دانش فنی خوبی برخوردارن، ما میتونیم که شرایط داماش عوض. چی شد شرایط داماش؟ بدتر از پارسال شد. افرادی رو تایید کن آقای آرمان که قبلا سابقه خوبی داشته باشن. داماش انقدر جاذبه داره که براش خرج بکنن. از همه شما رسانه‌ای که امشب اینجا حضور پیدا کردید و منو تحمل کردید صمیمانه پوزش می‌طلبم. ایشالله که روزای خوب فوتبال شهرمون برسه. داماش سپیرو. یه سوال من دارم، آقای سجادی چرا آخرین لحظه داشت اعتراض میکرد؟ دلیل اعتراضشون چه بود؟ آقای تموم شد علی آفاقی، چون مثل لیزر بود. دقیقه یک بله لیزر. خب بسم